سلام به همه. موضوع امروزمون هم باز مربوط میشه به روابط عاطفی و عنوانش هم اینه که چرا اینستاگرام رو از جنس مخالف متنفر کرده. حالا راجعش صحبت میکنم. اول یه چیزی بگم که من توی این کانال، چون کانال دیلی هم هست و اصلا توش هدف اینو ندارم که بگم به فلان قد برسم که بتونم توش ازش پول در بیارم. دوست دارم ولی بیشتر دلیه، یعنی اینا رو آرشیو میکنم که ویدیویی داشته باشم، یه کانالی داشته باشم. شاید یه روزی یکی دید خوشش اومد، شاید یه روزی 10,000 نفر دیدن خوششون اومد. بیشتر گپ و گفت خودمونی، گپ و گفت که نه، یه مونولوگه در واقع، فقط من صحبت میکنم. ولی خیلی خوشحال میشم چون کامنت های قبلی هم، مثلا توی پست قبلی هم دیدم که 2-3 نفر کامنت محبت آمیز گذاشته بودن، ولی انتقاد یا حتی مخالفتی هم داشتید حتما بگید. خیلی خوشحال میشم کامنت بذارید و گپ و گفتی هم توی کامنت ها داشته باشیم. من سعی میکنم که حتی اگه یه روزی 10,000 تا کامنت هم اومد اکثرشون رو جواب بدم. نمیگم همشون، طبیعتا همش آدم نمیتونه، ولی سعی میکنم اکثرا جواب بدم. همونطور که الانم که کامنت کمه همه رو جواب میدم و ببینیم که این کانال به کجا میرسه. ولی سعی میکنم حالا هر از گاهی یکی مثل الان میشه که مثلا 2 روز پشت سر هم ویدیو گذاشتم، یه روز هم ممکنه مثلا یه ماه ویدیو نذارم یا چه مدت زیادی ویدیو نذارم، بستگی به مودم داره دیگه، چون گفتم بیشتر دیلی این کانال. خب خیلی زیاده گویی کردم، برم سراغ همونطور که توی تیتر گفتم چرا اینستاگرام ما رو از جنس مخالف متنفر کرده. اول یه ویدیو گرفتم 15 دقیقه حرف زدم، حجم گوشی پر شد، مجبور شدم دوباره ویدیو رو بگیرم. متأسفانه گوشیم قدیمیه، آدم الان شرطش نیست که عوض کنه و واسه همین با سیستم و اینا هم نمیشه ویدیو رو گرفت. یه با گوشی میگیرم، کم هم باید صحبت کنم، چه خبر 15 دقیقه واسه خودم صحبت کرده بودم، حقمه که دوباره ویدیو رو بگیرم. بگذاریم اینا. مسئله که هست، من البته ببخشید بعضی وقتا اینجا نگاه میکنم، میخوام دقیقا از روی اون چیزایی که نوشتم بخونم و با همین چشم پرت میشه، حواسم پرت میشه به این ور اون ور. چرا اینستاگرام ما رو از جنس مخالف داره متنفر میکنه؟ ما مثلا کافی گوشو باز کنی بری تو اینستاگرام، دخترها همه این شکلی هن، پسرها همه اینطوری هن، اکست فلان بود، اکست اینطوری بود، اون آدم مزخرف. خب اگه اکست اینطوری بود، الان اکست همون آدم نکس یه نفر دیگه است، الان آدم خوبیه، الان آدم خوبی شد توی اون. بابا مسئله تفاهمه و باید احترام هم دیگه رو نگه داشت. به نظر من خیلی حالت به هم میخوره. ویدیو رو باز میکنیم داره میگه که من نمیدونم دخترها این شکلی هن، اگه به فلانی این کارو کنی اون از روی عقدش داره این کارو میکنه، اگه پسرها رو سعی کنید تو آب نمک بخوابونین، اگه از دست داده اینطوری باشه پسرها رو بچزون، دختر رو این شکلی کن، به دختر اهمیت نده، دختر این شکلیه. بابا آدم درست پیدا نکردم، وگرنه که جامعه پر از آدمای خوب و بده دیگه. تو رو خودت کار نکردی، آدم منفی جذب خودت کردی، بعد انتظار داری که مثلا همه خوب باشن، تو ذره رو خودت کار نکنی. اگه وقت میذاشی عوض اینکه هی رابطه تو عوض کنی، این رابطه نشد برم رابطه بعدی، دو روز با این نشد برم رابطه بعدی، 3 روز با این نشد رابطه بعدی، عوض اینکه هی رابطه عوض کنی، رو خودت کار میکردی، ورزش میکردی، روی ذهنت کار میکردی که چرا این شکلی شد، چرا رفتار من اینطوری بود. طرف مقابل که نمیتونی بفهمی کارش چی بوده، که توضیحش هم شاید حتی قانعت نکنه، ولی حداقل رو خودت که میتونی کار کنی که اگه دفعه بعدی هم رفتی تو رابطه با کس دیگه دوباره همون مشکلات تکرار نشه. چیزی که من همیشه میگم، رو خودت ذره کار کن، بدون چی میخوای، هدفت از رابطه چیه، اصلا دنبال رابطه واسه خوشگذرونی اونم بگو، صادقانه برو از اول بگو آقا من توی این رابطه هدف خاصی ندارم، واسه خوشگذرونی اومدم. اگه طرف مقابلت هم اینطوری بود، میدوید با هم دیگه چندید دیگه، یا رابطتون موفق میشه یا نمیشه دیگه. ولی اینقدر بی احترامی نمیدونم، بعد میرن میشینن راجع به اکس که نمیدونم آره اون شکلی بود. خود من اینو شنیدم راجع به خودم، آره تهمت زده شد پشت من، حالا اون شخص که طبیعتا شما نمیشناسیدش، ولی نمیدونم فهمیدم که پشت سر من کلی تهمت زده، دروغ گفته، نمیدونم تهمت دزدی زده. اصلا خنده داره این حرفا و من نمیفهم چه جوری تو مگه 3 سال 4 سال 5 سال اون شخص انتخابت نبوده،
یهو فهمیدی که دزده، بعد 4 سال فهمیدی دزده. انقدر یعنی تو مثلا کور بودی که نه فهمیدی تو. اگه کسی دزد باشه تو توی یه ماه صحبت با هم نشین با بعضی که حالا خیلی زودتر اونه که تجربهشون بیشتره، ولی حالا هر چقدر که کودن باشی بعد یه ماه 2 ماه اگه پاشی بشینی با طرف میفهمی که آقا این چند مرده علاجه دیگه، آدم به درد بخوریه یا دزد دروغگو هر چی که هست. تو بعد 5 ماه مثلا 5 سال فهمیدی که مثلا طرف آدم مزخرفی بوده، اینقدر کودن بودی. زشته این حرفا رو نزنی. من یعنی واسه حتی اکس خودم احترام قائلم. یه روزی انتخاب من بوده، هر وقتی هم برگرده حتی بخواد صحبت کنه محترمانه باهاش صحبت میکنم و شاید اولش آدم عصبانی شه ولی تهمت راجع به کسی دیگه نمیزنم، چون دیگه حقیقتو میدم. تازه اشتباهات خودم میپذیرم، میگم فلان جا نباید داره این حرفو میزدم، ولی بیام بگم نه اون 100 شیطان بود، منم فرشته بودم اصلا داشتم تباه میشدم. اگه تباه میشدم چرا رابطه بعدیم هم خراب شد؟ خب پس یه مشکلی این وسط هست دیگه. یه طرف به قاضی رفتن همینه مشکلش. و مشکل توی اون یه طرف قضیه هم هست، یعنی خود من الان پاشم با یکی برم توی رابطه و بشینم از اکسم بد بگم که آره اکسم به من خیلی بدی کرد، اصلا قدرمو ندونست، به هم توهین کرد، تهمت زد، چیکار کنم؟ اولا یه زمانی انتخاب بود اون شخص و اصلا اینطوری که تو داری حرف میزنی یه طرف قاضی رفتی، اصلا این خودش نشون میده که چه جور آدمی هستی. داری میکوبی طرف، اون طرف آدم بی خودی بود، فلان بود، خانواده‌اش اینطوری بودن، که چی؟ به چی میرسی؟ مثلا طرفم میگه وای تو چقدر مظلوم بودی، ای وای ای وای، بعد با همون آدم پس فردا به مشکل میخوره، راجع به همون آدم همون حرفو میزنه به بعدی. مشکل اینه که اول رو خودمون کار نمیکنیم. نمیرم بگم آقا کجای کارم میلنگید، من چی کم گذاشتم تو رابطه، کجا زیاد گذاشتم تو رابطه، کجا باید مثلا متعادل رفتار میکردم، کجا باید احترام میذاشتم، کجا باید چه میدونم بیشتر به فکر میبودم و اینا. میچسبم به اینکه نه همش اون به من بدی کرد، من همه جوری خودم رو در اختیارش قرار دادم. واقعا همین قیافه خدایی خندت نمیگیره؟ من اینو حتی میگم به خودم هم دارم میگم اگه من نشسته باشم و بشینم یه روزی تهمت بزنم مدیونم. هر کسی هم این کارو کنه مدیونه، چون آقا تو انتخاب من نبوده اون شخص. چجوری میتونی حرفا راجبش بزنی؟ اصلا روت میشه. بعدش هم مخصوصا اینایی که مثلا تو خانواده رفت و آمد داشتن، این دیگه خیلی زایی است، واقعا فوله که بشین راجب خانواده طرفم بد بگی. اینا رو درک نمی‌کنم. و از نظر اون اشخاص جالبه که این خیلی قابل درکه نه اینا همشون آدمای این شکلی بودن فلان بودن. زشته، واقعا زشته. برای خودمون کار کنیم و شخصیتمون رو ببریم بالاتر، برای خودمون ارزش قائل باشیم. و من از این تعجب میکنم اونایی که کورن و نمیبینن که مثلا طرفدار همینطور حرف منفی میزنه، آیا خودش هم واقعا این شکلی هست؟ الان من بشینم هی راجع به کی همینطور بد بگم، ولی خود منم آیا مثلا خوب هستم که حالا نشستم راجع اون بد میگم؟ بعد اصلا تو اگه آدم درستی باشی که نمیشین راجع به کسی که طرف مقابل اصلا نمیشناستش بد بگی. اگه منو کسی میشناسه که میشناسه، اصلا تو نمیتونی تو ذهنش تغییر بدی منو. اگه منم نمیشناسه که اشتباه میکنه که قضاوت میکنه، باید بگه که من که اون نمیشناسم ولش کن، اصلا راجعش صحبت نکنیم، گذشته دیگه. به نظر منطقی ترین کار همینه دیگه. ولی متاسفانه اینستاگرام رو باز میکنیم آره این شکلی و کامنت ها از اون بدتر، اون آدم مزخرف فلان، امیدوارم بمیره، امیدوارم فلان شه که با من بازی کرد، خیانت کرد. حالا من کاری با خیانت و اینا ندارم، من اون کسایی که با تفاهم جدا میشن رو میگم. کسی که خیانت میکنه که حالا اون قضیهش جداست، ما اونا رو کاری نداریم. ما حالت عادی رو داریم، میگیم که اکثر آدما مثلا، حالا اکثر که نمیشه گفت، معمولا یعنی از طریق عدم تفاهم هستم دیگه جدا میشن دیگه. حالا تفاهم هم سر چیز چرت دیگه، اونجا تو اون رفتار رو کردی، تو اینجا این کارو کردی و
میبینی که راحت تهمت میزنن، راحت دارن مثلا تو آره این اینطوری که میگم راجع به مسئله خیانت من اون قضیهش جداست، ولی راجع به همونم دیگه وقتی گذشته دیگه اون آدم مثلا به درد نخور بوده، هر چی که بوده تموم شده دیگه. بشینی فقط فکر کنی اصلا اعصاب خودتو خورد کردی. این هم همینه. و توی این قضیه هم که مثلا حالا به تفاهم نرسید، حالا شروع کن راجع به طرف تهمت بزن که خودتو بیشتر داری قانع میکنی. تو معمولا اینطوری که اون کسی که نشسته داره کامنت میذاره بد میگه فلان میکنه، چون از روانی به اون آرامش نرسیده اینطوری میخواد خودش رو آروم کنه، در صورتی که آقا همه چی مشخص میشه در نهایت دیگه. آیا من کلاهبردار بودم، دزد بودم، چه میدونم دروغ بودم، مشخص میشه. نبودم مشخص میشه. به هر حال زندگی بالا پایین داره دیگه، اینطوری نمیمونه که. خلاصه این مسئله خیلی برام تو مخم بود که اینستاگرام باز میکنم میبینم همه دارن راجع به هم دیگه بد میگن. با یه ذره احترام قائل باشید واسه هم، یه ذره با هم دیگه مهربون باشید، به خدا جای دوری نمیره. یه ذره اگه این اتفاقات این چیزای منفی کمتر شه، به خدا خودمونم راحت‌تر و بهتر زندگی میکنیم. اینقدر که تنفر تو وجود ما زیاد شده اصلا آدم ناامید میشه بعضی وقتا. خلاصه امیدوارم که بهترینا براتون اتفاق بیفته، روابط عاطفیتون توش خوب باشید همیشه و خوب پیش بره روابطتون و صبور باشید توش و سعی کنید که با هم دیگه بسازید. اگه آدم درستی دارید با هم دیگه بسازید، سر چیزای هیچ و پوچ الکی با هم دیگه دعوا نکنید. اگه طرفو میشناسید واقعا دیگه بهانه گیری نکنید، با هم دیگه خوب بگذرونید که دنیا دو روزه. واقعا ارزش نداره سر چیزای چرت آدما درگیر بشن، از لحاظ عاطفی و اینا بیمار شن که چی مثلا توی رابطه بودن. حیفه، واقعا حیفه. قدر هم دیگه رو بدونید. امیدوارم بهترینا بازم میگم به همه اتفاق بیفته و تا دوباره حجم دوربین تموم نشده، حجم گوشیم تموم فول نشده، بگم که آره من حالا از این دست ویدیوها دوباره میذارم، حالا روابط عاطفی، راجع مسائل حالا اجتماعی و اینا هم پیش بیاد صحبت میکنم. میگم چون این کانال دلیه راجع موضوعات مختلف صحبت میکنم. حالا الان چون توی این چیزهای عاطفی اینا بیشتر خودم توش دخیلم و روم تاثیر گذاشت، یعنی این ارتباطی که داشتم و به کات منجر شد، فعلا راجع به اینا دارم صحبت میکنم. حالا ممکنه الان ویدیوی بعدیم راجع به مسئله دیگه‌ای باشه. دیگه پرگویی نکنم، سرتون درد آوردم. تا ویدیو بعدی، خدایا رو نگهدارتون.